مثل همیشه شاید لازم نباشه که بگم، ولی اگر نبود وجود ایمان ارجمندی، یار و رفیق همیشگی من، رفیق 20 و چند ساله و همسر 13 ساله‌ای که فقط آرزومون اینه که تا آخر عمرمون بتونیم به کشورمون، به ایران عزیزمون، به فرهنگش، به هنرش، به همه چیزش خدمت کنیم. یک روزی دوباره برگردم اونجا و تا آخر عمرم برای اونجا خدمت بکنم. امروز که اینجام، این سالهایی که دور از خونم، یک چیزی یاد گرفتم، اونم اینه که ایرانی که دوستش دارم، سرزمینی که به آبادیش فکر میکنم رو از خودم شروع بکنم، در خودم یک ایران تشکیل بدم و اون ایرانی که در وجود خودم نقاشی میکنم و طراحی میکنم دقیقاً همون شکلی باشه که دوست دارم در بیرون اتفاق بیفته. اگر دوست دارم در اون سرزمین عدالت باشه، عدالت رو از خودم شروع کنم. اگر دوست دارم برابری باشه، برابری رو از خودم شروع کنم. اگر دوست دارم آزادی باشه، اگر دوست دارم احترام باشه، اگر دوست دارم همدلی، اتحاد، محبت، هر کدوم از اینا که قراره باشه، همه رو از درون خودم شروع کنم و فکر میکنم اگر همه ما ایرانی ها یک ایران درون خودمون بسازیم، آباد، آزاد، متحد، محترم و شاد، دیگه ایرانی غیر از این زیبایی باقی نمیمونه، چون ایران چیزی غیر از سر به سر و تک به تک ما نیست.